آخرین وضعیت نیما تکیدو چیه؟ آیا او پاش خوب شده؟ آیا نیما دستگیر شده بود؟ و هزاران آیای دیگه که این روزها فضای یوتیوب فارسی رو پر کرده. یوتیوب فارسی در طول تاریخ خودش غیبت‌های زیادی رو به چشم دیده، اما هیچ غیبتی مثل ناپدید شدن ناگهانی نیما تکیدو ارتش چند صد هزار نفری طرفدارانش رو نگران نکرد. توی این ویدیو نمیخوایم بر اساس حدس و گمان صحبت کنیم. میخوایم با مدرک، عکس‌ها و نشونه‌های پنهانی که شاید از چشمتون دور مونده نشون بدیم که حال وضعیت روحی و جسمی نیما چطوریه. پس اگه شما هم عضو این خانواده بزرگ هستید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بکوبید، لایک رو بزنید و تا آخر این مستند تحلیلی با من همراه باشید. بیایید ابتدا خط زمانی وضعیت جسمانی نیما رو بررسی کنیم. نیما در این اواخر بارها و بارها در میان مردم دیده شده و حتی با وجود تمام مشکلاتش درخواست طرفدارها رو رد نکرده و باهاشون عکس گرفته. این نشون میده اون هنوز همون یوتیوبر خاکی و مردمی سابق. اما اگه به این تصاویر با دقت نگاه کنید، یک نقطه نگران کننده وجود داره. توی یکی از این عکس‌ها کاملا مشخصه که نیما پاش هنوز به طور کامل خوب نشده و همچنان مجبور از عصا استفاده کنه. مصدومیت پای نیما یکی داستان طولانی داره که روند درمانش طولانی تر از چیزی شده که فکرش رو می‌کردیم. اما چند روز پیش یک موج امیدواری سرازیر شد. نیما، دوست و همراه همیشگی او، توی یک استوری اینستاگرامی اعلام کرد که نیما کم کم داره پاش خوب میشه و مراحل نهایی درمان رو طی می‌کنه. این خبر یک نفس راحت امیدوار کننده واسه خانواده بزرگ تکیدو بود که شب و روز نگران سلامتیش بودن. اما بگذارید از لایه جسمی عبور کنیم و به بخش پیچیده‌تر، یعنی وضعیت روحی نیما برسیم. واسه اینکه بدونیم الان چه خبره و چرا به اینجا رسیدیم، باید زمان رو به عقب برگردانیم. برمیگردیم به دی ماه سال 1404. در دی ماه 1404 اتفاقات ناگواری در سراسر ایران رخ داد که خودتون بهتر از من جزئیاتش رو میتونید. دسترسی ها محدود شد و ناگهان یوتیوب به طور کامل بسته شد. درست در همین نقطه بود که یک سکوت مطلق کانال تکیدو رو فرا گرفت. ما چندین ماه هیچ ویدیو، هیچ استوری و هیچ نشانی از نیما ندیدیم. این غیبت طولانی اولین ضربه بزرگ رو به روحیه تیمی اونها و مخاطبانشون وارد کرد. سوت و کور شدن کانالی که همیشه منبع انرژی و خنده بود، تأمل اون روزها رو سخت‌تر کرده بود. وقتی نیما بعد از اون ماه‌ها غیبت بالاخره به یوتیوب برگشت، ظاهرش یک پیغام پنهان داشت که خیلی از ما ساده از کنارش گذشتیم. اون ریش گذاشته بود. شاید اون زمان فکر کردیم فقط یک تغییر استایل ساده است، اما تاریخ تکرار شد. بعد از ماجراهای ایونت بزرگ و بسته شدن ناگهانی چنلش، دوباره تصاویری که از او لو رفته نشون میده که او ریش داره. این یک نشانه ساده نیست. به گفته یکی از طرفداران نزدیک و قدیمی نیما تکیدو که رفتارشناسی او رو دنبال میکنه، نیما یک عادت رفتاری خاص داره. هر موقع از درون نابود شده، ناراحت و تحت فشارهای شدید روحی قرار داره، ریش میذاره و به ظاهرش رسیدگی نمیکنه. این ریش ها نقاب غمگینی هستن روی صورت کسی که کارش خندوندن یک نسل بود. این یعنی او دوباره از درون آسیب دیده و شرایط روحی سختی رو تجربه میکنه. در میان این سکوت طولانی، شایعات عجیبی هم شکل گرفت. خیلی ها در کانال های تلگرامی و کامنت ها میپرسیدن آیا نیما دستگیر شده؟ آیا بسته شدن چنل به خاطر مسائل قانونی بوده؟ واقعیت اینه که وقتی یک شخصیت محبوب ناگهان غیبش میزنه، بازار شایعات داغ میشه. اما مدرک حضور نیما در مکانهای عمومی و عکس‌هایش با مردم نشون میده که غیبت او بیشتر ناشی از مشکلات فنی کانال، فشارهای روحی شدید و شاید محدودیت‌های کاری بوده، نه بازداشت یا دستگیری. با این حال فشار روانی ناشی از بسته شدن زعامت چند ساله‌اش، یعنی کانال یوتیوبش، دست کمی از یک بحران بزرگ نداره. ما به عنوان ارتش تکیدوها در تمام این مدت کاری نبوده که انجام نداده باشیم. تلاش کردیم، کارزار گذاشتیم، هشتگ های میلیونی ثبت کردیم، تصویر پروفایل هامون رو در تمام شبکه‌های اجتماعی به عشق نیما یک شکل و عوض کردیم و هزاران مورد دیگه. ما خواستیم به دنیا بگیم که این پسر چقدر برای ما ارزشمنده، اما انگار هیچ کدوم از این راه‌های مادی و فضای مجازی تا این لحظه جواب نداده و هنوز قفل چنل باز نشده و نیما برنگشته. وقتی می‌بینیم کارهای زمین جواب نمیده، دلتنگ و بیقرار دستمون رو به سمت آسمان بلند می‌کنیم.
بیایید این بار همه با هم فراتر از فضای مجازی دستامون رو بلند کنیم و یک صدا از ته دل بگیم خدایا حال نیما و دوستاش رو خوب کن، آرامش رو به قلبشون برگردون، سختی ها رو از پیش پاشون بردار و زود برشون گردون پیشمون. کن کانالشون باز بشه تا دوباره پنجره‌ای رو به خنده و انرژی برامون باز کنن. الهی آمین. مرسی که تا آخر این مستند راه من موندید. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید تا یه ویدیوی دیگه بدرود.